أنا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. زنهای مطلقه یعنی زنهایی که ای شوهراشو طلاق گرفتیان یتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. باید که عیده بپویان قبل از او که شوهر کنن عیده بپویان سه قروء. اصلا قروء در مذهب ما به معنای همی چی اومدگی؟ حیض اومدگی. سه حیض عیده بپویان. سه تا گفت خدای تعالی. دیگه این خودش کسی تفسیر کرده است. او را دیگه تعویل کردن نمیشه. هیچ که حق نداره دعوا کنه که غرض از ما عیده پویشتن همیه که اویا زنک بغض هست نیست، اویا حمل داره نداره. امروز اپاراتوی برمده است که مثلا معین میکنه که اویا زنک حمل داره یا نداره در یه ماه میشه. خیلی هیچ که گفتن نمیتونه. و برای که وقتی که عدد گفت خدای تعالی خودش تفسیرش کرده است. ایرا علاقه اویه مفسر میگن. اویه مفسر از اویه محکم یک درجه پایین‌تر میشن. خب اینا مثلا همون کلمه قروء ما مثلا حیض تعویل میکنیم تفسیر میکنیم. اینا شافعی مذهبو او را طهر گرفته گیرن. یعنی ما حیض همون حالت منسترال سیکل در نظر داریم. او حالت طهره که بین همون حیض و است که او را در نظر دارن. خب سیم انواع آیات قرآن آیات ظاهر میگن. یعنی که همین ظاهرش خودش دلالت میکنه. آیات ظاهر علاقه تفسیر طلبن، تعویل طلبن. بگوی که با همون ظاهری همون اگر عمل کنم امکان داره که آدم خطا کنه. با ظاهر گفته است نه که او حکم محکم و حکم مفسر نداره. یعنی تعویلش کرده میشه، تفسیرش کرده میشه، تفسیرش میکنن. خب بسیاری آیاتی که در قرآن اومده است همون آیات ظاهرن. اکثری آیات قرآنی آیات ظاهرن. خب قسم چهارمش آیات مشکل میگن. آیاتی که به تعویل نمیشون. حتما اون رو باید که مقصد که شرح توضیح بدن. تا زمانی که شرح توضیح شدن حکمی او رو فهمیده نمیتونی، معنیش فهمیده نمیتونی. مثلا آیات ظاهرش خیلی ظاهر بسیارن. همین قرآن اکثرش همین آیات‌های ظاهره. یعنی قصه باشه؟ نه همون ظاهری همون خودش دلالت میکنه. نه با همون ظاهر میفهمی که گپ درباره چی رفته است. این هم قصص پیغمبرای پیشینه و قومای پیشینه که در خدای تعالی در قرآن بیان میکنه که اخباران مثال همه هم آیات ظاهرن. خب آیه اکه همون متشابه که انا در همون آیه سوره آل عمران بوده بیانش کردی. آیات متشابه در قرآن آیاتی را میگن که انا بسیار واضحینه او را شرح توضیحش. ولا یعلمهن الا الله. بعد همون وقتی که خدای تعالی ذکر متشابه هم میگه و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. اکثر مفسرها اما الا الله میگه که در اونجا مدی مطلق موندگی اتقیقتی چی وقفی مطلق. ولا یعلم و ما یعلم تأویله الا الله اونجا وقفی مطلق موندگی و میگن و الراسخون فی العلم یقولون آمنا. اوش علاقه معنیش دیگه میره. یعنی اگر همونجا وقفی مطلق مونیم حتما باید بشتی تعویل آیات متشابه فقط الله میدونه. و در دومش میگه که راسخو در علم یعنی که علما، مفسرا، بزرگا، مجتهدا میگن که ما ایمان آوردیم به هر چیزی که از جانب پروردگاره. تعویل را خدا میدونه. ما ایمان آوردیم به همین خلاص. ولی در مذهب ما اساس همین را میگیرن در کتاب‌های اصول فقه وقتی که میگویم. اما بعضی‌هایی که میگن که آیات متشابه مثلا تعویل کرده میشوه اونا همیشه انا وقف مطلق نمیمونن، وقف مجوز میکنن اگر بکنن و میگن تعویله الی الله و الراسخون فی العلم. و میگن واو عطفی. مقصد ای با الله عطف شی. یعنی که تعویل آیات انا متشابه الله میدونه و شخصایی که در علم راسخ هستند. ولی اما از عبدالله ابن عباس شاه مفسرای قرآن رضی الله تعالی عنه روایت اومده است در تفسیر میگه که همون وقتی که میخون بعد میگه که انا منهم و الراسخون فی العلم
و میگفت انا منهم، ما همون زمره همون راسخو در علم هستم که تعویل آیات متشابه هم میدونم. گفت از حضرت و پیغمبر خدا به حقش دعا کرده بود که اللهم علمه الحکمت و تعویل الکتاب. خدایا با عبدالله حکمت و تعویل قرآن نصیب بگردان. همین خاطر شوی مفسر قرآن شده است حضرت. خب آیات متشابه اصلا اکثر علمای پیشینه یعنی همون سلفی صالح که گفتیم هم 3 قرن مشهود به خیر در نظر داریم، صحابه، تابعین و تبع تابعین. اونا تعبیل نمیکنن، میگن که خدا مثلا وقتی که آیات متشابه میگن ید الله، وجه الله، یا که اینم الرحمن علی العرش استوى، بله، یوم یکشف عن ساق، همه آیاتی مقصد که متشابه هن. همه را میگفتن که انا خداوند خودش میدونه، والله اعلم بالصواب، خداوند حقیقت حال خودش میدونه، حوالش به خدا میکردن. اما بعدتر وقتی که اهل هوا زیاد شدن، همه را به هم ظاهرش حکم میکردن، دعوا میکردن، نعوذ بالله نسبت پروردگار جسم قائل میشدن، همین مثل مجسمه و مشبهه. مجبور شدن که علمای بعدی دست به تعویل بزنن، همین تعویلش کردن. مقصد تعویل به چیزی میکنن که خداوند متعال به یگان مخلوق شبیه نشود، همیشه برای خاطر گم کردن شباهت. برای مثال دست به قدرت مثلا نسبت دادن، وجه به ریزان نسبت دادن، از جمله همین چیزا. انا مقصد که آیات متشابه از همه بهتر و خوبترش همیه که بگویی که خدای تعالی خودش دانای چیه. اما اگر یگان نفر اهل هوای پیدا شود و همطوری مقصد که تفسیرهای بردروغ کنه و تفسیرهایی کنه که در ذهن انسان ها همون تشبیه و تجسیم به وجود میاره، ما مجبور هستیم که جوابش بدیم، از همون تعویل هم استفاده بدیم، تعویلی که علما میکنن. آیات متشابه اینمی صفات مثلا خبری پروردگارن، اینا حروف مقطعه که در قرآن اومدگیان، الف لام میم ها میم عین سین قاف. در اول بسیاری همین سوره مثلا حرف اومدگیان که نون مثال این توهانه، توهان این پیغمبره، توهان هم از جمله تعویل میکنن میگن نام پیغمبره یاسین. یا مقصد همین آیات متشابه هست. از جون هم آیات متشابه در ظاهر بدوزه میاد، در مفسر بدوزه میاد، در یکون تایون هم میده. نه آیات متشابه هست نمود خصای چیزو بله. مقصد که یا حوالش به خدا میکنی و اومن شرح توضیحش نمیدی، یا که اگر به شرط شرح توضیحش دادی تعویل طرز میکنی که در ذهن مردم تشبیه حاصل نشود، تجسیم نعوذ بالله نسبت پروردگار حاصل نشود، یعنی خداوند به یگان مخلوق شبیهش نگردونن. اصلی کار همیه. خب هم الرحمن علی العرش استوى که اشاره قاری میگه، همین هم از جمله همین آیاتی متشابه هست. خب استوا معنی موضوع گوناگون خطی اومده در خود قرآن با چندین معنی اومده. استوا به معنای کمال اومده، استوا به معنای بلند شدن اومده، استوا به معنای انتها اومده. انا مقصد که معنی های مختلف داره، اما اهل سنت و الجماعه خاصتا همون سلف صالح اهل تفویض هرگز کلمه استوا را ترجمه نمیکردن. میگفتن استوایی که لایق به ذات پروردگار است، چگونگیش نمیدونیم. در این موضوع بحث هم نمیکردن، بحث هم در این موضوع بدعت میدونستن. و برای که انسان ها امکان داره که غلط کنن، هستن آدمایی که بعد همین میکوان اخیر در یک چاه میغلطن که نعوذ بالله خوف حتی به کفر رفتنشون هم میویده در اینجا. اما حضرت صلی الله علیه و سلم میگه هلک المتنطعون ای متعمقون، حدیث امام مسلم ای هلاک میشوند همین کسایی که بسیار چقرکوبی میکنن غور میکنن. همین خاطر اهل تفویض میگفتن که همین مقصد وجهی که لایق به ذات خدا است، یادی که لایق به ذات خدا است، استوایی که استوا لایق به ذات پروردگار است، چگونگی اونم نمیدونه. در مجلس امام مالک ابن انس امام اهل سنت و الجماعه رحمه الله شرکت داشته است. یک شخص سوالش کرد همین الرحمن علی العرش استوى یعنی چی گفت؟
خداوند بر عرش مستوی است یعنی چی؟ یعنی که خداوند احتیاج به مکان داره. آیا جای خداوند عرش های مکانی پروردگار عرش می شود در عرش قرار میگیره و ملائکه ها را امر میکنه به همین معنی ها ده به حد غضبناک شد حضرت مالک ابن انس. یک جمله بسیار معروف گفتگی که در تاریخ اومده است. گفت یا هذا الاستواء معلوم و کیفیته مجهول و الایمان به واجب و السؤال عنه بدعه. خب فلان گفت استوا معلوم ای، استوا آیه قرآن ای، در قرآن صراحتا اومدگی ای، چگونگی او استوا را ما نمیدونیم، کیفیتش مجهول ای، ایمان با همه آیت واجب ای، این آیه قرآن ای. اخی الرحمن علی العرش استوا، الله بر عرش مستوی است، این آیه قرآن ای. اخی الرحمن علی العرش استوا، الله بر عرش مستوی است. سوال کردن در همین موضوع خودش بدعت ای. بگو در ذهنی تی طریق گپا چرخ میزنه که بدبخت میترسم که اهل هوایی ای مجلس خارجش کنه گفته تو. یعنی اهل تفویض هرگز روا نمیدیدن بخه چوکی همین را تعویل کنن، به ذات پروردگار همیشه حوالش میکردن که لایق به ذات خدای چگونگی او را ما نمیدونه. اما اهل تعویل یعنی علمایی که بعدتر اومدن به خاطر اون که باز میگم در ذهن مردم هم طریق تجسیم و همین خیلی عقیده‌ای که خدای تعالی مکان خاصه داره و احتیاج به اون مکان داشته باشه نیاید، مجبور شدن که استوا را کم کم تعویل کنن. به حدی که گفتن که استوا به معنای استیلا هم اومدگی در زبان عربی. قد استوى بشر علی العراق من غیر سیف و دم محراق. همین بشری حافی میگه عراق را ضبط کرد به شمشیر بریزاندن خون، بلکه به اون اخلاق حسنش و علمش و رفتار و کردار خوبش عراق همه را ضبط کرد. همیشه استوا اومدگی یعنی غالب اومد. استوا به معنای غلبه اومدگی، استوا استیلا مقصد جایی را گرفتن، استوا به معنای انتها اومدگی. ولی یک عالم کلونه ابن حزم ظاهری میگن همین بحثی کردگی در اطراف همین میگه همین از همه قول بهتر خوبترش هم میگه که انا ثم استوى على العرش یعنی ثم انتهى الى العرش على العرش، یا که مثلا ثم الرحمن على العرش استوى، خداوند بر عرش مستوی است. مقصد که همین به معنای انتها میآید ینتهی، یعنی که بزرگترین آفریده پروردگار عرش است. وقتی که خدای تعالی همه کائنات خلق کرد مقصد بعد منتهی شد و سوی عرش میگه. همین از همه بهتر خوبترش همیه که همون قولی همون بزرگای خودمون همون اهل تفویض که استوایی که لایق به ذات پروردگار است به همون قرار بگیریم. مقصد شرح توضیحش ندیم، بسیاری باید کنجکاوی نکنیم. در دنیا بسیار چیزایی هست که عقل ما نمیگیره. ما را در قبرم نمیپرسن، از این آیت نمیپرسن که استوا چیه به معنای استقرار است. بزرگان میگن کسی که استوا را به معنای استقرار قرار گرفتن مکان گرفتن اگر به شرط قبول داره او مردک یا مشبیه یا مجسمه نسبت پروردگار. مقصد که تشبیه روا میبینه، خدا را شبیه به یک مخلوق میکنه، مخلوق احتیاج به مکان داره هم ترش میکنن، یا به خدای تعالی جسم قرار میده. آخه به یگان شک شبهه هر جا هر قدر که کلام باشه انتها داره کو، رزمیرش معلومه کو. عرش بگذار که کلانترین مخلوق پروردگار باشه، مخلوقه کو. یگانه چیزی که با چیز قیاس چیزش کرده نمیشه پروردگار، ذات پروردگار. برای که خدای تعالی با چیز شبیه نیست، لیس کمثله شیء، او را به هیچ تشبیه داده نمیشه. اما عرش به همون بزرگیش ابتدا داره، انتها داره، بلندیش معلومه، پستیش معلومه، چرت اطرافش معلومه. چه نعوذ بالله ذات پروردگار را میگیری در همین عنصرها جا میکنی، در همین عناصر ششگانه. بسیار آدم ابله به عقل شدن در کار که مقصد تو همین درجه را مقصد مغرور شای که خدای تعالی نعوذ بالله در این طریق جا کنی. بسیار به عقلانه ایده همین. در عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت صلی الله علیه و سلم میگه پناه گفته است یگان صحابه هم در ذهنش نمی اومد برای که خدای تعالی را منزه از مکان و از جو و از
از همه چی میدونست. ولی همین بدبخت گروهی همین نزاعیه با امام اعظم ابو حنیفه تهمت میزنن. یک کتابی هست با نام فقه الابسط. این فقه الابسط کتابی درسی بو نیست، اما در این مکتبه‌های شامله انا با امام اعظم ابو حنیفه نسبتش داده و چاپش میکنن. مصنفش هم یک شاگرد امام اعظم ابو حنیفه ابو مطیع بلخی بوده است. و همین میگن که او امام اعظم ابو حنیفه خودش آورده است، بعدم مخصوص مکان‌ها را ذکر میکنند. از جمله مثال میگن که انا یک کمپیرکی را پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسید که الله در کجای؟ گفت فی سما، در آسمان. و میگه امام اعظم ابو حنیفه را یک سوال کرد که کسی میگه که همین خدای تعالی را من نمیدونم در کجای، در پایان در بالای. میگه که کسی اگر بگه که خدای تعالی در پایان کافر میشه. این سری گپور میورن که از نام امام اعظم که گویا نعوذ بالله امام اعظم ابو حنیفه که چم برای پروردگار مکان قرار میداده باشه. در صورتی که دیده و دانسته رو شناسیان میکنن، همین یک چند صفحه و طرفتا در همون کتاب فقه ابسط همون جایی که صفات پروردگار میوید، بعد همونجا همون خدای تعالی منزه از مکان است اومدگی. اما مطیع بلخی سوال میکنه حضرت امام اعظم ابو حنیفه را، میگه که اگر کسی سوال کنه این الله، خداوند در کجای؟ چی بگیم؟ میگه در جواب که بگین که کان الله ولم یکن عین، کان الله ولم یکن مکان. الله بود، عین نبود، سوال کجا نبود، هیچ مخلوقی نبود در دنیا. الله بود، مکان نبود، یگان مکان نبود، نه آسمان بود، نه زمین بود، نه عرش بود، نه کرسی بود. فإنه الآن الان ما قبل خلق المکان، خداوند در همون موضع و همون مقصد چیز قرار داره که قبل از آفریدش تمام همین مکان ها بود. خداوند بی نیازه همه این مکان ها. آخه نعوذ بالله ذات پروردگار را چگونگیش ما نمیدونیم. ما خداوند با صفاتش میشناسیم، با همون صفاتی که خودش ذکر کرده. خب به هر کس در ذهنش آوردن بگیره پروردگار در فلان جاهای مکانش ای جاهای، اویسته اویسته عقیده اسلامی را خراب میکنن این بدبختو. ولی هم یکی از بزرگان و عالمان میگن که یکی از علتهای زیاد شدن ریشه دووندن اتئیسم در اروپا همین دین نصرانی شده است. و به خاطر اینم جسم و مجسمه بدن شد. پدر میگه دستی فرزندش میگیره سرکف میوره، بعد صورت نشون میده، میگه که کیه پدر کیه در دور اک اویزون، با میگه که اتناش بخ نعوذ بالله ایسوس خریستوس. در ذهن هم گودک چی میوید؟ ای اوی ایسوس خریستوس رنگی خدمون بده است، این خدا رنگی خدمون بده است، این خدا را میخ میزدیان، نعوذ بالله گل میخش میزدیان، کشالش میکردیان. علاقه نوباوری هم تخمه نوباوری ای خوردی در دل گودک پیدا میشود. همون مردم خودشون با همین عقیده‌های باطله و ویرانشون مردم اتئیست کردن، ای شریعت دین دور کردن. بسیار ظلمیده در حق مسلمانو همین. تو دیگه کاری دیگه نداری. بدبخت اگر بپرسی که در همین نماز چند فرضی نمیدونه، فرایض داخلی نماز نمیدونه، در کدام حالت سجده سهو واجب میشه نمیدونه، دعوا میکنه. همین الرحمن علی العرش استوى چی معنی داره؟ آخر این را به همون عالمان مونش مون همون عالمان خودشو تحقیقش کنن تا ابله تر چی در همین موضوع دست دادن چی. در این مسئله استوا علی العرش یا که همین آیات متشابهه در کتب عقیده اومده است که عالما یک چند نوع اهل تفویض هستند. صفاتشون نگفتم. همون بزرگایی که میگن که لایق به ذات خداه، حوالش به خدا میکنه، علمش در پیش پروردگاره. اهل تعویل هستند. اهل تعویل بعضش اهل هوا نمی اهل تعویل، بعضش اهل سنت و الجماعه. به خاطر پشتیبانی و دفاع از عقیده اهل سنت و الجماعه بیچاره مجبور شدن که همین آیات متشابهه را کم کمک مقصد تعویل کنن، تعویلی که مردم گمراه نشوند. خب اهل تعطیل هستند، کسایی که نعوذ بالله عموما این کارش میکنن. یعنی صفات خبریه که در قرآن اومده است همین را انکار میکنن از خدا. یا را اهل تعطیل میگن، یا بسیار مردم بدبختن.
аз ҷумла ҳамун калун раҳбари асосишу ҷаҳм ё ҷуҳам ибни сафвон меган ҳамун бадбахтае ва ниҳоят аҳли ташбиҳ касое ки худои аҳли ташбиҳу таҷсим як хеле ҳамун сифоти хабарира зикр мекунам ки дар ҳамин зеҳни шунаванда ҳамин нисбати парвардигор ҳамин хеле як представление пайдо мешавад ки худованда наъузу биллоҳ ба як махлуқ шабеҳ мекунанд даст дора ранги мо гӯш дора ранги мо наъузу биллоҳ ваҷ дора ранги мо ба инсон вақте ки ташбеҳ мекунанд ёро аҳли ташбеҳу аҳли таҷсим мегӯянд ҳами аксари ҳамин низоиҳои имрӯза ки ҳастанд ё аҳли ташбеҳанд аҳли таҷсиманд ҳамин як нафараш телефон қатӣ ман гап зад мо аҳли тафвизем валлоҳи гуфтам шумо аҳли тафвиз нестед рӯтон сиёнат аҳли тафвиз дар ин масъала гап задану ин масъаларо баҳсу мубоҳиса кардана бидъат медонистанд шумо корту ҳамияй фитнату ҳамияй оддитарин чизоро намедуна бадбахт ин элементарни чизое ки дар ислом барои ҳар кас муҳиму лозим аст намедуна ин масъалаҳое да даст мезана ки охи кори олимоай кори ҳар биз нест хирман куфтан говӣ нар мебояду марди кӯҳан